نام حق باشد تا ذکر سلام. آن سلامی که اسم پاک خداست پر انرژی داره با فضل و عطا. یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام. سلام و عرض ادب خدمت مدیر صاحب محترم، سرمعلم صاحب عزیز، اساتید گرامی و شما شاگردان عزیز. سمینار رو که امروز تهیه نمودم درباره شعر میباشد. شعر چیست؟ شاعران مشهور جهان کیست؟ و چند تا از آنها را به معرفی میگیریم. شعر، سرود، نشید، جامعه یا چکام ادبیاتی هست که ویژگی های خاص شناخت و آهنگین اغلب زبان میباشد. اولین شاعر کیست؟ بر پایه تاریخ پاکستان قبلی اولین شاعر می باشد محمد بن واسیف می باشد که اولین شعر زبان فارسی را گفته است و بعضی ها اعتقاد دارند نخیر محمد بن واسیف نه بلکه لیث صفاری می باشد. ولی خب در این بعضی ها می گویند که در شعرگویی لیث صفاری با محمد واسیف همکاری داشته است. شاعران مشهور جهان هومر از یونان، ویرژیل از فرانسه، لیوی پوشکین یا الکساندر پوشکین از روسیه، حافظ از خراسان و مولانا جلال الدین محمد بلخی می باشد. هومر از یونان شخص شاعر، شخصی بود قسمی سرود و شخصی بود خیلی سخنهای پرمفهوم و ناب میگوید که یکی از سخنهایش هومر یونانی میگوید که عادل کسی نیست که ظلم نکند، عادل کسی است که اگر توانایی ظلم را داشته باشد آن وقت ظلم مستقیم نکند. لیوی پوشکین یا الکساندر پوشکین از روسیه هم یک شاعر بود، کسی بود که بسیار قصه های پرمفهوم و خیلی متن‌های و خیلی سخن‌های پرمفهوم و ناب میگوید که در یکی از سخن‌هایش میگه که همچنان در علم فیزیک ما نمیتوانیم یک شی را در یک جا همزمان بگذاریم، در ذهن انسان هم نمیتوانند یک فکر دو فکر مثالت با هم زیستی داشته باشند و بی تردید هم یکی دیگر را رد میکنند. خب میرسیم به حافظ خراسانی که شاعر زبان فارسی دری می باشد. خواجه شمس الدین محمد بن بهاءالدین محمد حافظ. نام اصلیشان خواجه شمس الدین، نام پدرشان بهاءالدین می باشد که مشهور به حافظ که جناب حافظ صاحب شاعر صده یا قرن هشتم می باشد که آثار زیادی با ما مانده است که دارای 495 غزلیات، 34 قطعات، 42 رباعیات و 3 قصاید می باشد که یکی از نمونه های غزلیاتش هم میخوایم به خوانش بگیرم. حاصل کارگر کون و مکان نیست، این همه نیست. برپا داری کون و مکان در اینجا این همه نیست. غرض این است که دل و جان این نیست، غرض این است که دل و جان این همه نیست. خب میرسیم به مولانا جلال الدین محمد بلخی. جلال الدین بلخی مشهور و مولانا یا مولوی که در سال 9 ربیع الاول 604 هجری قمری به دنیا آمده و در قرن نهم القاب مولوی یا مولانا را به خود گرفته است. چنانچه که در آثارش باقی مانده 3230 غزلیات، 44 ترجیعات و 1994 رباعیات و 6 دفتری از مثنوی می باشد و قصایدش هم از دیوان شمس که چند بیت از غزلش رو میشم به شما به خوانش بگیرم. آن سخنها که چنان دلشکن است، انصاف بده چه لایق آن دهن است. لب و شیرین تلخ نگفتی هرگز، این بینمکی ز شوربختی من است.
تشکر از توجه این